سرخط مهمترین خبرها: فوت 486 مهاجر تاجیک در نیم سال. در قرقیزستان ماتم ملی اعلان شد و پخته در بازار جهانی یک بار قیمت شده است. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 23 آگوست است. بر اساس آمار رسمی در 6 ماه اول سال روان 486 شهروند تاجیکستان در خارج کشور فوت دیدند. گفته می شود اکثر آنها مهاجران مهنتی می باشند. به حساب میانه هر روز تا 3 شهروند تاجیکستان در خارج فوت دیده است. تعداد شهروندان فوت دیده تاجیکستان در خارج نظر به همین دوره سال گذشته 149 نفر بیشتر است. بیشتری شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می روند و اکثر آمار فوت دیدگان هم به آن کشور راست می آید. مقامات سبب‌های مرگ شهروندان کشور به خصوص مهاجران را بیماری، رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و دیگر عامل‌ها ارزیابی می‌کنند. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ماه فوریه امسال گفته بود تلاش می‌کنند برای آوردن جسد مهاجران فوت دیده به وطن مدد کنند، اما بعضی از مهاجران می‌گویند خود آنها مبلغ جمع کرده جسدها را به تاجیکستان می‌فرستند. در همین حال برای هلاکت 14 مهاجر قرقیز در روسیه امروز 23 آگوست در قرقیزستان ماتم ملی اعلان شده است. روز 21 آگوست بر اثر یک صدمه در ولایت اولینوی روسیه 14 مهاجر قرقیز به هلاکت رسیده، 3 تن مجروح شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای این صدمه را در شبکه‌ها نشر کردند. به نوشته کاربران، ماشین باربر به اتوبوس مسافربر برخورده است که کنار راه توقف می‌کرد. گوبرناتور ولایت اولینوف الکسی روسکیخ خبر داد که پزشکان برای نجات جان 3 مجروح صدمه مبارزه می‌برند. وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان نام و نسب قرقیزستانی‌های را نشر کرد که در صدمه نقلیات در ولایت اولینوی روسیه فوت دیدند. کلان سالترین فوت دیده‌ها 63 و جوانترینشان 22 سال داشت. صبح 23 آگوست از شهر اوشی قرقیزستان هواپیمای مخصوص هیئتی را با رهبری وزیر حالت‌های فوق‌العاده آن کشور به روسیه می‌برد. شام این روز قرار است جسد فوت دیده‌ها از روسیه به قرقیزستان آورده شود. مسئولین سفارت قرقیزستان در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند امروز از ساعت 12 تا 18 در بینای سفارت دفتر یادبود گشاده می شود و خواهشمندان می توانند همدردی خود را به مردم قرقیزستان بیان کنند. روز پنجشنبه 18 آگوست در روسیه مراسم با تنطنه افتتاح شبکه نو قهوه‌خانه‌ها با نام استارز کافه برپا شد که تلاش دارد جای خالی شده شبکه معروف قهوه‌خانه‌های آمریکایی استارباکس را اشغال نماید. گزارش همکارم کیومرث عطا را در این باره همراه می‌بینیم. شبکه معروف قهوه‌خانه‌های آمریکایی استارباکس در ماه می از قلمرو روسیه بیرون شد، اما صاحبکار محلی انتون پینسکی همراه ریبسرا تیماتی یک شبکه نو قهوه‌خانه‌ها را پیشکش مشتریان کرده امید دارند که مثل استارباکس موفق خواهند بود. این شبکه استارز کافه نام داشته، رمز و طرز کارش به استارباکس شباهت دارد. تیماتی به این عقیده موافق نیست. یک شرکت امریکایی با یک شرکت کویتی حق نمایندگیش در روسیه را تقدیم کرد. آن شرکت زیر همین نام کارش را پیش برد. وقتی استارباکس از روسیه خارج شد، شرکت کویتی هم از ادامه کار در روسیه دست کشیده حق اجاره قهوه‌خانه‌هایش را به مزایده گذاشت. خریدار زیاد بود، ما در این تندر پیروز شدیم و نام تجاری خود را گذاشتیم. با آغاز تجاوز مسکو به خاک اوکراین، شماری بزرگ شرکت‌های نامدار غربی روسیه را ترک کردند. با استفاده از این وضعیت، صاحبکاران روس می‌خواهند که خالیگاهی به وجود آمده را با نسخه‌های داخلی جبران کنند. در ماه ایون بعد از بیرونشوی شبکه آشخانه‌های تست تیار مکدونالدز، نسخه محلی آن با نام فکوسنا ایتوچکا معرفی شد. به نظر می‌رسد اشغال نمودن جای خالی شده شبکه‌های معروف جهانی آسان نخواهد بود. تیماتی که سال 2015 در یک آهنگ پوتین را بهترین دوستش نامیده است، میگوید شبکه استارباکس مواد خام را از انبارهای خودش وارد میکرد و اکنون شبکه استارز کافه باید تأمین کنندگان نو یابد.
استاربکس که قرارگاه مرکزیش در شهر سیاتل آمریکا است، در 15 سال حضورش در روسیه 130 قهوه‌خانه ساخته بیش از 2000 نفر را با کار تامین کرده بود. نمایندگان این شرکت تا حال درباره نسخه‌اش در روسیه چیزی نگفتند، ولی در اظهارات قبلی استاربکس تاکید شده بود که شبکه از روسیه بیرون شده هیچ نقشه ندارد که حضورش را در یگان شکل دیگر حفظ کند. نرخ پخته یکی از محصولات‌های استراتژیک تاجیکستان در بازار جهانی تا 30% بالا رفته است. متخصصان گفتند این نشان دهنده حداقل در 10 سال اخیر رکوردی به حساب می رود. خبرگزاری بلومبرگ نوشته است در پی گرمی کم سابقه و خشکسالی حدود 200,000 تن پخته نابود شد. هندوستان، ایالات متحده آمریکا و برزیلیا استحصال کنندگان اساسی پخته در جهان به حساب می روند و از همه زیاد زمین های کشت پخته در آمریکا و برزیلیا آسیب دیده است. پخته یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان به حساب می رود، ولی سالهای اخیر کشت این نمود زراعت در کشور کمتر شده است. طبق آمار رسمی سال روان در کشور بیش از 181,000 گکتار پخته کشت شده است که نظر به نقشه پیش بینی شده 4,500 گکتار کمتر است. کشاورزان میگویند خراجات آنها از جمله برای سوزشواری و نوری‌های مینرالی زیاد شد و بعضا خراجات آنها را پخته نمی‌پوشاند. گفتگوهای کیف و مسکو ناممکن می‌گردند اگر در ماریوپول دادگاه دروغین اسیران نظامی اوکراین برگزار شود. در این باره پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعتنامه عنعنوی شبانه اش خبر داد. رئیس جمهور اوکراین گفت اگر این دادگاه دروغین برگزار شود دیگر با روسیه هیچ گفتگوی نخواهد شد. زلنسکی گفت افرادی که میخواهند در ماریوپول محاکمه کنند قهرمانان وطن خود هستند و آزادی مردم خود را از غاصبان حمایت کردند. رهبر خودخوانده دنیسک دنیس پوشیلین پیشتر گفت آمادگی به تریبونال ادامه دارد و یک از نخستین تریبونال ها در ماریوپول دایر می شود. به نوشته رسانه ها در ماریوپول غصب شده جنگاوران گروه ازوف را میخواهند محاکمه کنند. این گروه را روسیه تروریستی عنوان کرده است. رسانه های روسیه نواری را نشان دادند که در آن دیده می شود در بینای فیلارمونی ماریوپول برای اسیران نظامی دادگاه ساختند. رئیس قانونی شهر ماریوپول وادیم بایچنکو گفت ممکن است دادگاه نظامیان اوکراین در روز استقلال اوکراین 24 آگوست برگزار شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 آگوست را فرا می گیرد. 23 آگوست سال 2010 در یک حادثه بی سابقه از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه 25 محبوس فرار کرد. بخشی از آنها برای شرکت در ناامنی‌های سال 2009 در طویل‌دره حکم‌های دراز مدت گرفته چندی هم از شهروندان افغانستان بودند. اکثر آنها بعداً بازداشت و 8 تنشان کشته شد. بعد این حادثه خیرالدین عبدالرحیمов از وظیفه رئیس کمیته امنیت ملی برکنار و به جای او سیمومین یتیمov تعیین شد. 23 آگوست سال 2017 ضمن یک علاوه به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم شهروندان تاجیکستان وظیفه دار شدند که در طوی و معرکه ها لباس ملی پوشند. طلبات نوی که مورد انتقاد حامیان حقوق قرار گرفت قدمی دیگری به خاطر گرفتن پیش راهی زنان از توجه به حجاب و سطر ارزیابی شد. 23 آگوست سال 2012 بار اول شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله با فعالان شبکه فیسبوک ملاقات کرد. پس از شنیدن شکایت‌ها در این نشست یک هیئت همکاری شهرداری و مردم تأسیس یافت. همچنین مقامات شهرداری پیش از نهادهای دیگری دولتی به استفاده فناوری‌های نوی اطلاعاتی مشغول شدند. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کم پایان رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 167 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1015 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 23 آگوست چنین تعیین شده است.
بیننده عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید و البته نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. خدا نگهدارتان.